ده‌ها زن از دادگاه‌های تاجیکستان خواستند که عقد نکاحشان را رسما بیکار کنند. این زنان میگویند سالها پیش از شوهران خود طلاق مسلمانی گرفته با آنها زندگی ندارند. مقامات میگویند که در نیم سال اخیر بیش از 2000 خانواده در تاجیکستان از هم پاشیدند که در کمتر از 1000 حالت زنان برای بیکار کردن عقد نکاح رسمی به پای دادگاه رفتند. مرحبا عالمی معاون اول رئیس کمیته کار با زنان و اویلای تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت مراجعت زنها برای گرفتن الیمنت و جدا شدن از نکاح رسمی بیشتر شده است. در دین اسلام تنها مرد حقوق طلاق دادن یعنی پراکنده کردن خانواده را دارد. بر اساس قانون‌های دنیوی مرد و زن برای بیکار کردن نکاح رسمی حقی برابر دارند. حقوق شناسان میگویند زنها برای بیکار کردن نکاح رسمی با وجود طلاق گرفتن دیر مراجعت میکنند چون به برقراری خانواده‌های خود باور دارند. لطفالله عبدالجبارزاده ادوکات تاجیک بر رادیو آزادی گفت در 6 ماه اخیر بعد 12 زنی که بر وقت از شوهرانشان طلاق گرفته بودند برای ستانیدن الیمنت و بیکار کردن نکاح رسمی یاری حقوقی رسانده است. این حقوق شناس تاجیک میگوید مردهایی که تنها با طلاق دادن میخواهند از همسرشان جدا شوند دلیل‌های خود را دارند. او گفت یکم از دواده و کاغذبازی خوششان نمیآید، دوم میترسند که الیمنت دهند و مال ملکشان تقسیم شود. سال گذشته در تاجیکستان نزدیک 9000 جفت طریق دادگاه از هم جدا شدند. با وجود اعلان شدن سال اویله و ترغیب اویله سالم آمار طلاق کاهش نیافت.